به نام خدا. امروز جمعه 29 تیر ماه 1403 ساعت 10 دقیقه به 6 استارت زدیم. 3 ساعت رو ببینم 8 و 20 آره 8 رو بابا 8 رو رسیدیم. ما بر فراز قله دالنشین به ارتفاع 3320 متر هستیم. اینجا پر زنبور عسله و هر لحظه ممکنه ما رو بزنن به خاطر این گلهای زیبا. آخیش خدا. خب آقا نظرتون رو بگین راجع به این صعود. خیلی سختی کشیدیم معلومه. بله منتظر حرف بزنه. خدا قوت. این چی؟ آخه گناه داره این ولش کن. مانتین رو میدی ازت فیلم بگیریم. بچه رو نیاریم شطرنجیش کنیم. خب چرا خلاف کردی؟ که انداختنت بیرون از ویلا. راستشو بگو. دیدن خیلی داره خوش میگذاره بهمون. تازه با رفیقش هم بوده. آخ آخ آخ. همه همتی میشه دیگاره. دست چیده بودی از بینم. خدا قوت به همگی. چکر به تلافی دونا. این قله یه اسم